وظیفه هر یک مسلمان امر معروف و نهی منکر است. برادر عزیز و بزرگوار، این وظیفه را حتما باید به جا بیاری. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر زنگ بزن، بگو برادر عزیز روز جمعه برات مبارک باشد، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادر عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم، بگو برادر عزیز بخیز غسل که سر بدن بشو. برای مسلمان سنت است که هفتش یک بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه روه. بخیز سر بدن تو بشوده نماز جمعه برویم. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است. تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. در سنن ابو داود از حضرت اوس ابن اوس رضی الله تعالی عنه روایت است. حضرت میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این من افضل ایامکم یوم الجمعه. تن از همه بهترین روزهای شما برای شما روز جمعه است. فاکثروا علی من الصلاة فیه. تن در این روز برای من صلوات زیاد بفرسته، صلوات زیاد بگویه. فإن صلاتکم معروضة علی. جناب پیامبر گفتند زیرا اینکه صلوات های شما را ملائکه های مخصوصی هستند که برای من عرض میکنند، یعنی برای من میرسانند، نشان میدهند. شخصیت پرسیدند یا رسول الله شما یعنی در قبر پوسیده میشوی، در قبر یعنی از بین رفته میشوی، چه نوع صلوات های ما را ملائکه ها به شما نشان میدهند، میرسانند؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. گفتند الله رب العالمین برای زمین حرام گردانده است ضرر دادن، پوساندن بدنهای پیغمبرها را. یعنی که پیغمبرها جسدهای اونها، بدنهای اونها در خاک نمیپوسند. یعنی در این حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ما را امر کردند که در این روز، یعنی در روز جمعه، زیادتر به پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم صلوات بگوییم و ان شاء الله رب العالمین که ملائکه ها از نام ما صلوات های ما را به روح مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میرسانند.